مطمئنم بعد از دیدن این ویدیو دیگه پول نمیدی قرص کلاژن بخری، چون قرار من یه دمنوشی رو بهت آموزش بدم که فقط از 2 قلم ماده تشکیل شده و اونقدر آنتی اکسیدان بالا، ویتامین C بالایی داره که به راحتی توی بدنت کلاژن سازی انجام میده و باعث جوانسازی و سفت شدن پوستت میشه. پس این ویدیو رو حتما بفرست برای دوستانت که پول اضافی به قرص‌ها و پودرهای کلاژن ندن. توی دایرکت های اخیری که داشتم اغلب شما نگران شل شدن یهویی پوستتون بعد از 35-40 سالگی بودید. غالبا هم قرص های جوانساز و کلاژن رو مصرفش رو شروع کردید اما خب نتیجه خاصی هم نگرفتید. به همین خاطر تصمیم گرفتم امروز اون دمنوش معجزه‌گر و کلاژن ساز و جوانساز رو بهتون آموزش بدم که در کنار کلاژن سازی و جوانسازی یک دمنوش ضد افسردگی و ضد استرس هم محسوب میشه. یک قاشق غذاخوری پودر گلبرگ های گل سرخ و نصف قاشق غذاخوری پودر شیرین بیان. توی یک لیوان آب جوش بریزید، 10 دقیقه بذارید دم بکشه، بعد میل کنید. بعد از یه مدت که از این دمنوش استفاده کردید متوجه سفت شدن، جوان شدن و حتی کاهش لک‌ها و تیرگی‌های پوستتون خواهید بود. اگر در کنارش از یک کرم جوانساز هم بعد از 35 سالگی توی روتین پوستیتون استفاده بکنید، مطمئناً تا 60-65 سالگی چین و چروک و شلی قابل توجهی توی پوستتون نخواهید دید. اگه میخواید یک کرم لیفت خیلی خوب که حاوی سلول بنیادی هست رو هم بشناسید و یاد داشته باشید، کلمه لیفت رو برای من زیر همین پست کامنت کنید که اطلاعات اون کرم رو هم خدمتتون بفرستم.